سلام علیکم داملوی شیرین سخن. زنی که در حیض بوده مرد میتواند با همین زن خب یه دیگر چیزا گفته مقصد که حالت خودش پس کنم شهوتش. خب در حالت حیض در حالت نفوس البته که نزدیک کردن منع است. آیت قرآن منع است. خداوند میگه ولا تقربوهن حتی یطهرن. البته خدا تاکید میکند بنونی تاکیدی ثقیله ولا تقربوهن هرگز با او قریب نشین حتی که نیک پاک شوند. در این حالت بعضی مسائل فقهی هسته. البته اینا از یگون ملوی که در همون گرد اطرافتون باشه مسائل فقهی هست، همون را بپرسین همین مسئله را خوب میفهمونتون. الحال در این نوار گفتن مو کم ترک در اینجا وزمین میشود برای ما جوابین. اگر شما از ریختن موی سر یا اینکه از بریشی، از لاغری، به اشتیایی بودن، از وزن نالازمه، پروستات، درد دل، درد گرده، درد معده و یا اینکه خونو گرفتگی روده ها اذیت میکشید، پس با این رقم های در روی اکران بوده زنگ زنید. کمی از بیماری خود معلومات دهید. داروی های گیاهی لازمه را به شما شرکت شفافرما توصیه میدهد. برادر اسلامی شما میخواستم یک سوالی من جواب بید. یک برادر من 6 سال میشد که در زندان است. مادرش با یک دختر صحبت کرده است و وضعیت پسرش را با دختر هم صحبت شد. دختر از برای خدا به یگان مهر پسر را گرفته. 3 سال شد ما هم زندگی دارند اما فرزند ندارد. این برادر ما با زنش جنگ کرده است، رشک کرده است. زنش را با تلفن گفته است من تو را 3 طلاق کردم، یگان شاهدم ندارم. اما زنش باشد به نام الله مهربان قسم میخورد که من 3 طلاقش را نشنیدم. جوابت را دادم، رو گفتنش را شنیدم. برای این گفته ها 6 ماه میشد که از همدیگر جدا خب دیگر را ندیدن. میخوان فتوای شما رو شنوم. بابا جان التماس سوال ما رو در اینجا مهم است. خب اولا که در حبس بوده است، خیلی دختری مسلمانی خوبی با طاعت عبادت با توفیق بوده است که روزی شدید تو نکاح کرده گرفتهش. خیلی دختری خوب است و اگر دیگر در حبس بودگی را کیم چی فکرها میکنن این مردم. وقتی گرفته است 3 سال گفته است 3 سال زندگی کرده است و رشک کرده 3 طلاق گفته است. خب 3 طلاق گفته 3 طلاق شدگی است. اما در اینجا زن قسم میخوره که من نشیدم. شنیدم شرط نیست. شنیده است نشنیده 3 طلاق شده است. شاهد در نکاح لازم است، شرط است. نکاح به شاهد درست نمی شود. اما در طلاق وقتی که مرد خودش به زبانش میگه طلاق کردم، فرق نداره که مرد در امریکا باشه، در خیتوی باشه، در استرالیا باشه، در همون جا بگه زن من طلاق کردم، زنش طلاق شد تمام. اینجا نه شاهد در کاره نه شنیدن زن در کاره. وقتی که به دهانش میگه طلاق کردم طلاق شدگی. 3 طلاق شدگی شما موافق 4 مذهب 3 طلاق هست. خب دیگر گفته است که سلام علیکم داملوی عزیز، من صنف 2 بودم، نماز میخوندم تا شوهر کردنم. خب مردی عرقخوری بی نماز مرا چی کرد؟ میزدم و میبستم، در دهانم عرق میریخت. میگه سطر نکن، اینجا رسیه های آزاد بگرد. آخه ما را تربیه سطری و نمازی دادن. حتی یک رول منچه پشت فکر میکنم لیچ گشتیسم، شرم میکنم. الحمدلله ما مسلمانی، تربیه ما مسلمانی هست انشاءالله. البته که خواهر عزیز این بلایی که به سر شما آمدگی است، حتی این بلا نه نصرانی هم نمیکنه یهودی هم نمیکنه. یگان شما نشنید که یگان نصرانی زنش ببنده و عرق در دهنش بریزه یا یگان یهودی را. حتی همه آدمایی که بدراه هستند این کار نمیکنن. این شوهر شما وقتی که شما را بسته و عرق در دهنتون بریزه، وقتی که البته که شما را میخواه که بی حیا باشین، به این خیل شوهر زندگی کردن اگه خودتون فکر کنید. وقتی که این کارا را بکنه، عرق ببنده دست پوتا در دهنت بریزه، بی شرم و بی حیا و مثلا برهنه گشتن روزی باشه، این کجا مسلمان است؟ شما خودتون اندیشه کنین و خودتون خلاصتون برارین.
ممکن که عمر شما را خدا دراز کرده باشه، ممکن که 80-100 سال عمر بینید. با این خیل شوهر چخیل زندگی میکنید. وقتی که خط ای خیل میکنه فرزندات چخیل میکرده باشه. اگر اصلاح شود دعا کنید خدا اصلاحش کنه، توفیقش بده، بسیار خوب. لیکن اصلاح نمیشیدنی باشه شما باید که السلام علیکم داملای شیرین سخن. وقتی که نماز خوندن بر زبان سوره ها رو خونده ایستاده ای، اما در دلت گپ‌های کفر میگذرد. همین قدر کوشش میکنی سوره ها رو بلند میخونی، لیکن با تگ دلت گپ‌ها حتی میگذرد که آدم به زبان گفتنش کافر میشود. التماس جوابش رو نه چقدر ترس و هراس دارم. اینا وسواس میگن برادری عزیز، شما باید نترسید. اینا شیطان البته که از جنیات است، وسوسه در قلب شما پیدا میکنه و مثلا نعوذ بالله همین گفتگی که گپوی کافر میشه، خدا را و پیامبر و نماز و قرآن و شک شبه میارد، در همین حالات های کسلی وسواس است. شما انشاءالله که اهمیت ندین به این، نترسید، پروا هم نکنید. هر چقدر ترسیدی عصب شما خراب شدن میگیره. یک بار شیطان و جن قوی میشود. ذکر زیاد کنین، لا حول ولا قوت الا بالله زیاد بگین، صلوات بر پیغمبر زیاد بگین، استغفر الله را زیاد بگین، تلاوت قرآن داشته باشین، حرکت کنین که لقمتان از حلال باشه، حرام نکنین، انشاءالله وسواس نیست میشود. دیگر گفته سلام علیکم استاد عزیز، اگر مرد و زن داشته باشد نام طلاق را نگیرد و برای معامله ناخوب کردنش زن دویم که در خانه مادرش بود برآمده به خانه مادرش رود. یعنی بعضی سوالا رو نمیفهمیم، کم ترک همون نویسوندن در با سوالانه بنویسیم. این گفته است که در خانه مادرش بود برآمده به خانه مادرش رود. این چخیلی گپی، در خانه مادرش بود برآمده خانه مادرش رود. خب بعد چندی به یکدیگر خوب شوند، به خاطر فرزندان نشون زندگی کنند، چه حکم دارد؟ میفهموندید؟ این در اول گفته است که نام طلاق رو نگیرد. نام طلاق رو نگیرد هیچی نمیشود. کنایه طلاق نگفته باشه، نام طلاق نگفته هیچی واقع نمیشه. اما این سوال خودش نافهمو است، مقصدش نفهمیدیم. خب سوال، اگر مرد بر زنش بگوید که همین کار نکن، اگر کردی و تو جوابت رو میتیم، اگر این کار کنی جوابت رو میتیم. این زن در سر قهرش همین کار رو کرد، لیکن در خیلی نگذشته باز پشیمان شد، بخشش پرسید از همسرش. این چی روایت دارد؟ اونو میتونه با زندگیش رو با پیش برد مثل پیشتره، ولی یا زندگیشون رو با مثل پیشتره بردن میگیرن. در اینجا یگان طلاق واقع نمیشد، برای که این مرد به زمان آینده نسبت داده است. گفته است که خب این کارو نکن، اگر کردی جوابت رو میتیم. اگر میگفت که همین کار کنی تو طلاق یا جواب داده که جاش طلاق میشی، دیگر برادر از گپ گشتن نمیشود. این گفته است با پشیمان چیز است، گفته است که میبخشی، نه میبخشی نداره، پشیمانی نداره. وقتی که شرط تمام طلاق میشه دیگر راه نداره. برای دهانتون ره بگیرید، زبان در تحت کنترل بگیرید، هر چی اومد گفتن نگیرید. این نه پشیمانی داره، نه گشتن داره، نه بخشش داره. شرط تمام طلاق میشه. اما این صورتی که گفته طلاق میتیم، طلاق میدیم به زمان آینده، اینجا طلاق نمیشه، زمان آینده قطعه میتونن زندگیشون دوام کنن. السلام علیکم داملای محترم، آدمی تنها گذار میتونه به از آن نماز بخونه؟ همین شب روزی که ما هستیم مسجد و بسته هستن نمیتونه. در حالتی که مسجد و جماعت ندارن، همه نمازخوانها در خانه هاشون از آن قامت بگویند، سنت است. اما در حالتی که مثلا نه در ملک ما انشاءالله که می شود امید داریم مسجد ها دراشون کشوده شود، از آن قامت بلندی مسجد باشه، مردم شهر میتونه که به از آن نمازش خونده بگیره. حضرت عبدالله بن مسعود بیان میکند که اذان الحی یکفینا، از آن محله برای ما کفایه میکند. همون محله در که 5 وقت نماز با جماعت باشه، یکی دیرمانی و کسل یکون حالت، اگر از آن هم نگه نمازش درست میشه.
لیکن از اون نبوده باز ثوابش زیادتر بود بهتر. السلام علیکم داملای شیرین سخن، سوال دارم. ما با یک جا مهمون دعوت کردن، ما رفتیم، در آنجا یک حضرت گفتنی آدم بوده، از درسی پیر میدوده، از حلقه گفتنی گذران شاگردانش پریده دود میزدن بابای حاجی این درس پیر دست بیایی که حلقه در اسلام وجود دارد یا نه؟ انشالله یک موضوع علاهیده است در باب تصوف. تصوف حق است، تصوف درست است. همه بزرگای پیشتر و خودشون چی است یک تعلیماتی داشتن. تصوف چی میگه؟ دروغ نگو، دزدی نکو، کاری مکروه را حتی به جا نیار. البته تصوف بعد در این زمانا بعد چی است؟ بعضی جاهایی بود که خرافات کش کردن، بعضی مملکتایی بود که خرافات و چیزهایی که در قرآن حدیث نبود آوردن در رو داخل کردن، خرافات کردن، آب روی تصوف ریزاندن، بسیار کارهای دیگر کردن. انشالله در باب این تصوف یگان موضوع علاهیده سخن میکنیم، موضوع کلام است.